إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا. برادران مسلمان، دوستان عزیز، امروز در ارتباط با یکی از مکلفیت های مسلمان ها و مسئولیت هایشان به سطح جهان این است که هر حکم اسلام را و هر قانون و دستورش به حد اعتدال و همون قسمی که است عملی بسازد. یعنی اسلام و قسمی نافذ کند که در روی اعتدال باشد، وسطیت باشد، یعنی افراط تفرید نباشد. امروز بحث می شود که ما اسلام معتدل می خواهیم. بعضی ها از امی واژه و کلمه اعتدال سوء استفاده می کنند. تعبیر کسایی که به اسلام درست باور ندارند، هدفشان از اعتدال است که کم کردن اسلام، یعنی بسیار احکام و قوانینش معطل کنند، در حالت تعطیل قرار بدن، عملیش نکنند. و مثلا کدام احکام، کدام قوانین؟ احکام و قوانین جزایی اسلام، احکام و قوانین سیاسی اسلام، احکام و قوانین و دستورات و نظام اقتصادی اسلام از زندگی مسلمان ها و از زندگی انسان ها دور کنند. و همین قسم حتی احکام و قوانین خانوادگی و فرهنگی اسلام میخوان که ایرا دور بکنن و نامش باز وسطیت میمانند. میگن که ما حالت وسط میخواهیم، یعنی میخواهیم حالت اعتدال. اینمی اسلام وسط است، اینمی اسلام معتدل است. همیشه که میبینین شما میگن ما یک اسلام معتدل میخوایم. معتدل چی معنا؟ قوانین و حدودی که دنیای کفر او را نمیپذیره، اونو چیز نباید در زندگی ما تطبیق شود و ما خواهان از او باشیم. زیرا اگر این چیز بخوایم، باز میگم ما مسلمان ها تنها میمانیم. دنیا ما را نمیپذیره، دنیا ما را نمیخواهد، دنیای کفر میگه. کمکا نمیشه، روابط بین المللی نمیشه، روابط بین المللی ایجاد نمیشه و مسلمان ها یا کشور ما تنها میمانه و منزوی میشه و کمکای اقتصادی و غیره صورت نمیگیره. این حال میگن ما اسلام معتدل میخواهیم. اینجا این گپ معنایش است که حتی بعضی مسلمان ها را قسمی ساختن در اعتدال اسلام و وسطیت که از اسلام 20% قبول کنه، خوب بخش عقاید باشه و عبادات ها اسلام و ایمان داشته باشه، عقایدش ایمانیات، خلاص دیگه چیزایش منکر شوه، بگوید وجود نداره. امیال بعضی مسلمان ها را ببینین میگه در اسلام نظام سیاسی، قوانین سیاسی، حکومتداری وجود نداره، نیست. به خاطر که با وسطیت و به اعتدال برسه
و این مسلمان معتدل باشه انکار میکنه، میگه هیچ وجود نداره. و بعد دیگرشان میبینین میگه در اسلام نظام اقتصادی نیست. اسلام در بخش اقتصاد قانون نداره، امر و نهی نداره، حلال و حرام نداره، ای حلال ای حرام، این قسم زندگی اقتصادیت باشه، مطابق به این اصول در زندگی اقتصادیت عمل کنی، هیچ میگه وجود نداره. در اقتصاد هم شما میگه میخواین که اسلام باشه، حتی خنده و ریشخند میزنه سرت، میگه عجیب مسلمان هستی تو، اقتصادت اسلام، ایده کجا آمده؟ و همین قسم در قوانین بین المللی ما در قرآن داریم رابطه بین الملل با کفار چه قسم رابطه ما باشه. میگه قوانین بین المللی نداره. فعلا از قوانین بین المللی که تصویب شده و می کشورهای اول قدرت رو جور کرده از اینمی باید پیروی کنیم. در کجا اسلام از قوانین بین المللی؟ اسلام بانین در جای عبادات خود، در مسجد خود، در عقیدهش، در این گپای کلان کلان این را شامل نکنین. نه تو چی اسلام میخوایی؟ میگم من اسلام معتدل میخوایم. خب چی معنا معتدل؟ معنایش چیست که اسلام فقط در بخش عقایدش و عبادتایش قبول داریم دیگه شنی. نظام قضایی اسلام، نظام جزاییش، نظام اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، این چیزا این میگه نیست در اسلام. اصلی فکر در کشورهایی که علیه دین خدا جنگیدن، کشورهای اروپایی و غربی، اونا شروع کردن، زیرا اونجا به نام دین سر از اونا بسیار ظلم شده بود. دیندارای مثل پاپ ها و علمای مسیحیت و یهودیت بسیار سرشان ظلم کرد. نظریات خود دین میگفتن. اینا خواستن دین خودشان را از زندگی خودان جدا کردن. سیکولاریسم. سیکولار چه معنا؟ جدای دین از زندگی. جدای دین یعنی جدای قانون دین، هر دینی که است، یهودیت باشد، مسیحیت باشد، اسلام باشد، از زندگی، یعنی از بخش های مهم زندگی، از زندگی سیاسی، از زندگی اجتماعی، دین قانونش در اوجه نباشه، از زندگی خانوادگی، از زندگی جزایی قضایی و از زندگی نظامی و عسکری که میگیم و از زندگی بین المللی روابط خارجی مسلمان ها، یعنی سیاست خارجی مسلمان ها. خودشان دینشان او دین نبود، او نظریات از چند نفر بود، او را جدا کرد. عالم و شما را میگه ای را جدا کنین، دور کنین، نام شبانین اسلام معتدل. اسلام معتدل میخوایم. ما یک مسلمان معتدل هستم. یکی خوینی بخش هست که کسایی که عقیده دارد این خو در ایمان داخل نیستند. کسی که در قبول کردن اسلام، ایمان به اسلام و قرآن فیصدی تعیین میکنه، یا را تفریطی ها میگن، ایمان نداره. میگن من اسلام و تنها عقایدش قبول دارم، بخش عقیده و عقیده دیگه چیز داشته باشی نداشته باشی و یگام عبادت های خاص که در مکان خاص باشه که در مسجد، خلاص دیگه ش قبول ندارم. این آدم مسلمان نیست. هر کسی که باشه، با هر مقامی که باشه، با هر درجه علمی که هزاران دکترا داشته باشه، چندین نوع علم خوانده باشه، این گپ بزنه این مسلمان نیست. به اجماع مسلمان ها، به اتفاق کل مذاهب اسلامی، ایمان نداره. زیرا اسلام در عقیده خود، یعنی در ایمان آوردن، تجزیه را، تبعیض قبول نداره. کسی بگه که من بعضی چیزها را ایمان دارم بعضش نه، الله میگه این مومن نیست. بسیار دلایل زیاد است. مثلا یک آیت در سوره بقره که الله یهودا، این عقیده یهود بود، یهود اونا را الله کافر میگه یهودا. ان الذين كفروا من اهل الكتاب، کسایی کافر شده از اهل کتاب. الله می فرماید که فتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض، آیا شما ایمان میارین به بعض قوانین کتاب آسمانی که تورات و انکار میکنین بعضش و تکفرون، کافر میشین. فما جزاء من یفعل ذلك منکم
الا خزی فی الحیات الدنیا. نیست جزای کسی که کار میکند مگر رسوایی در زندگانی دنیا. و یوم القیامت یردون الی شد العذاب. در روز قیامت بازگشت میکنند به شدید عذاب، شدیدترین سختترین عذاب. عذاب به صفت شدتی برای کافر ثابت است. باز می فرماید اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره. آخرت خدا را برباد کردن به خاطر دنیا. فلا یخفف عنهم العذاب. عذاب کم نمیشه، عذاب از اینا تخفیف نمیشه، یعنی ایمان نداره. و دیگه آیت های زیاد، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. ای مومنین داخل شوین در اسلام کافتا، با قبول کردن همه قوانینش و عملی کردن همه دستوراتش. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. تابعداری راه شیطان نکنین، انه لکم عدو مبین. این راه شیطان است، بعضش قبول دارم بعضش نه. اما اگر یک کسی میگه نه کلش قبول دارم، اما در عمل کردن بعضش بگیریم بعضش نگیریم، این هم خطرات است. این هم ایمان آسیب پذیر است که اراده نداره که کل اسلام عملی کنه، اراده نداره که کلش در زندگی خود نافذ بسازه. این هم خطر است، این هم به خطر ایمان است. یعنی فی الحال اگر در داخل ایمان است اما ایندیش انجامش خراب است. بنان ما میگیم که اسلام دین وسط است، اسلام دین اعتدال است. مسلمان باید معتدل باشه. چی معنا؟ از پیش خود چیزی را در دین اسلام اضافه نکنه، از پیش خود چیزی را از اسلام کم نکنه. آنچه که اسلام الله نازل کرده، قرآن حدیث فعلی کرد، کلش عملی کردن، اینمی حد وسط، اینمی میانه روی است، اینمی اعتدال است، اینمی نرمش است. هر گپای خوب دیگه که سرش میمانه. کسی کل اسلام باور داره و کل اسلام میخواد در زندگیش باشد، اینمی مسلمان معتدل است، اینمی مسلمان نرم است، اینمی مسلمان ملایم است، اینمی یک مسلمان خوب است، اینمی یک مسلمانی است که در جامعه مفید واقع میشه. اینمی مسلمانی که کل اسلام میخواد و کلش میخواد در کل بخشای زندگی عملی شود. اینمی مسلمان افراطی نیست، اینمی مسلمان تندرو نیست، اینمی مسلمان ما اشرار و یا شری گفته نمیتونیم. اگر بگوییم این خطرناک میشه. چرا یک کسی کل اسلام میخواد که الله ای را فرض کرده که کلش قبول کنین، کلش عملی کنین، و تو سرن از اون نام افراطیت و نام تندروی و نام اشرار و نام اجدار و نام های بد سرش میمانی، نام عقبگرا و نام های بد بدنی. این ظلم کلان است، این بهتان کلان است، این تهمت کلان است. به این گپای پیش الله جوابگو هستی. برای خود دوسیه جور کرده میری گپا را میزنی. کسی را افراطی بگو که از پیش خود آنچه که در قرآن نیست، آنچه که حدیث صحیح وجود نداره، پیامبر نگفته، یک چیز اضافگی جور میکنه. یا در ایمانیات خود غلو و افراط میکنه، یا در عبادات خود، یا در معاملات خود زیاده روی میکنه. داریم بعضی مسلمان هایی هستن بسیار کم است تعدادش که این کار میکنن. اونها را ما و شما میتونیم بگوییم، نه ای که او کسایی که کل اسلام میخواد. خوب وظیفه ما و شما. وسطیت و اعتدال یک صفت بسیار روشن است در کل بخش های اسلام. کل بخش های اسلام، اگر ایمانیات عقایدش است، اگر عباداتش است، اگر زندگی خانوادگی است، اگر زندگی اجتماعی است، اجتماعیات، و اگر سیاستش است، اگر اقتصادش است، کلش اسلام میخواهد که مسلمان از حالت اعتدال، یعنی همون قسمی که اسلام است، کار بگیره. از پیش خود زیادی و کمی نکنه، در هیچ بخش نه افراط بکنه، زیاده روی و نه تفرید بکنه. اسلام کسایی که افراط کرده در بخش عقیده یا در بخش قانون یا در بخش مکلفیت ها یا در بخش شهادت، در بخش امر بالمعروف نهی از منکر، حتی در باب جهاد فی سبیل الله افراط کرده باشه، یا در معاملات
کلش اسلام تقبیح کرده، منع کرده، مانع شده. پیامبر صلی الله علیه و در زندگی خود منع کرده بود. مثلا از جمله اعتدال در بخش عقاید و ایمانیات، اسلام آن چیزی است که مطابق فطرت انسان است. فطرت یعنی خواست داخلی انسان. اگر یک انسان بیاد اسلام صحیح گوش کنه، عمیق بشنوه، این چیزی است اسلام قسمی بیان میکنه که رگ رگ وجودت میپذیره. بخش ایمانیاتش ضدی و انادی نباش. ای تو نامده باشی که هر گپی گفته شد با من ردش میکنم. نه، به این خاطر بیایی نیت و اراده تمی باشه که هر آنچه حق است میپذیرم، هر آنچه مطابق فطرتم است میپذیرم. این نمیست که اسلام وقتی بیان شد وجودت میپذیره، وجودت تو را جذب میکنه. زیرا اسلام دین فطرت است، یعنی دین خواست داخلی است. رگ رگ وجود انسان را میپذیره. فطرت الله التي فطر الناس علیها، کل مولود یولد علی الفطره. هر انسان تولد میشه با فطرت، یعنی اسلام دین سرشت، وجود انسان را میپذیره. اسلام دین فطرت است. وقتی که دلایل برش گفته شد میپذیره. افراط زیاده روی را تقبیح میکنه اسلام، تفرید کمی را هم تقبیح میکنه و متوسط است در بین افراط نصارا و یهود. دورانی که اسلام نازل میشد، یکی یهودیا وجود داشتن در دنیا و یکی هم نصرانیا و مسیحا. امی دو دین. مجوسیت هم بود و قدر قوت نداشت. این بسیار مجوسیت خود دین آسمانی نیست، و چیز جور کرده شده است. نصرانیت و یهودیت اصلی از اینا اسلام بود، اما پسان اسلام به یهودیت تغییر دادن. امی تابعدارا و علمای ازی تحریف کردن، تغییر دادن، از اسلام آوردن به یهودیت. اصل نصرانیت هم اسلام بود. عیسی علیه السلام مردم به اسلام دعوت داده، اما تابعدارایش آمدن او را به نصرانیت، حال به مسیحیت، عیسویت، نام پیامبر سرش مانده، از پیش خودی را جور کردن. عیسویا فعلی در بسیار چیزا تفرید کردن. یهودیا در وقت خودان افراط کرده بودن. در وقتشان میگیم، در وقتی که اسلام نازل میشد یهودیا در حالت افراط بودن، نصرانیا یا مسیحیا در حالت تفرید بودن. فعلا که در قرن 20 و 21 که براتون بگویم، هیچ دین قبول نداره، نه هیچ. خلاص دین یعنی نظام و قوانین دین در بخش های مهم زندگی. حالا دین بعد سیکولر است. سیکولر چه معنی؟ لایک لا دین. دین از زندگی جدا. خلاص حالا هر دوش در اتفاق کرده که ما سیکولر باید باشیم، ما دین از زندگی خود جدا بدانیم. دین در یگام بخش های عقیده و عبادت یگام مشکل که پیدا شد با در معبد میرن، یگام دعا میکنن. 4 سال بعد میرن بریم یک دعا بکنیم، یا از امون ملایی که در معبدایشان هست، نه علمایشان، از ما یک دعا بخوایم. خلاص دیگه هیچ دین اجازه نمیده در زندگیشان باشه. این میال بسیار چیزا در دینشان حرام است، اون حلال کرده، قانون جور کرده. زنا و فحشا در کل کشورهای اروپایی حلال است. زنا و فحشا، زنا کردن، قانون است، قانون تصویب شده. مطالعه کنین، اکثر بعضتان هم میفهمن. اگه کسایی نمیفهمن برین مطالعه کنین، ببینین. حال اینترنت آسان ترین یک چیزی است که شما برسین به این. زنا و فحشا فقط یک عمر برش تعیین کرده، 18 سال تعیین کرده باشه، پوره کرده باشه. خلاص عمر که 18 شد دیگه هر کاری که میکنی خلاص. تا پیش از 18 سالگی خوب نیست. میگه یه طفلا نمیفهمن، کار خوب نمیکنن. 17.5 ساله هم طفل میگن اینا. بعد از 18 دلش کسایش هست که یک مرد رابطه نامشروع برقرار میکنه، 6 اولاد به دنیا آورده، 6 دانه. وقتی که خانمش میگه عروسی نکنیم، میگه نه هنوز ما فکر نکردیم سر نکاح کردن. 6 دانه اولاد هست، میگرده هنوز میگه ما فکر نکردیم که عروسی بکنم نکنم، نکاح بکنم نکنم، ازدواج بکنم نکنم. این چی هستی؟ این خو میگه این چیزی است که این خو رابطه دوستانه است. میگه این رابطه دوستانه، رابطه عاشقی و این گپاست. این خو کدام گناه نیست. این اولادای نامشروعی چی هستی؟ میگه هیچ گپی نیست.
اینا اینمی اگر کسی بگه که اینمی حرام است، ناجایز است، ظلم است، میگه اوه مسلمان افراطی، تندرو بگیرش. اینمی افراط میگه. اینا خوب فکر کن، این افراط است. سود خوردن ای خو کل کار و بار کافر سود حرام خوری است. سود بخور. در کل ادیان سود حرام بوده. تورات انجیل کلش این اصول محرمات است. اینا سود میخورن، سود. قرضه و بانکا و قرضه بته و بگید کشورها را استعمار اقتصادی از طریق سود میکنن و سود حلال کرده کل پارلمانایش. اگه کسی اینا ما میگیم سود حرام است در کل ادیان، او میگه افراط شد، از حالت اعتدال برآمد. این مسلمان معتدل نیست. یعنی بسیار ظلم است گپا. و همی قسم قمار زدن، این تو قمارهای پیشرفته و میلیون ها دلار قمار میزنن. در کل ادیان حرام بوده و اونا حلال است فعلا. اگر بگوی قمار حرام است، میگه او افراط شدی. چطور حرام گفتی گپا؟ این خود کاروبار است. کاروبار یکی از طریقه کاروبار اینمی است، از طریق قمار پول به دست بیار. و شراب، نشه. در نشه خب بسیار چیزا نشه است. پدرم انسان نشه میکنه، چرس هم نشه میکنه. حالا خواهیم از این تابلیت ها برآمدنی، پسان ما خبر شدیم میگن تابلیت گولی اینا، تابلیت کاو، تابلیت چاو، مچم چی چیزا برآمدنی. این میگه بسیار نشه آور است. کل آل تابلیت کاو این چیزا کلش جایز است. شراب از آب، مثل آب می نوشن، نشه میکنن، جنایت میکنن، میگه شراب حلال است. در کل ادیان شراب حرام بوده. اما پودر چطور؟ چرس و پودر حرام است. میگه چرسی را جزا بده، پودری را جزا بده، تو جزا برش اعدام میتاوکما. شرابی چی؟ هیچ شراب. کارخانه های شراب بیخی. حتی بعضی کشورها به افغانستان هم پیشنهاد کرده بود که بین کارخانه‌های میخواین اقتصادتان خوب شه، کارخانه‌های شراب جور کنید. مسلمانای افغانستان شرابی بسازین که اقتصادتان پیشرفت کنه، مثل ما شوین. اینی پیشنهادشان بود. حالا خود نشه شراب خواهد بدتر است. غیر از اینکه نشه میکنه، مستت میکنه، آدم میکشی، جنایت میکنی، زنا میکنی، ضررش زیاد است. پودری خود ضرر میرسانه. نه میگه اینی عقل کافر است. و حرام یارا هر دوش نشه. در اسلام میگه کل مسکر خمر، هر نشاور شراب و کل خمر حرام، و هر شراب حرام است. هر شراب یا کل خمر مسکر، هر شراب نشاور است و کل مسکر، هر نشاور حرام. چرس حرام است، پودر حرام است، تابلیت باشه، هر چی که باشه نشه بکند، عقلت گپ نمیفهمی که چی میگی، حرام است. از هر چیز که جور شود، جو جور شود، جواری جور شود، زیتون جور شود، خرما جور شود، کشمش جور شود، از هر چیز که باشه حرام است. اما اینا حلال کردن دیگه. امثال از این دیگه چیزایی را حلال کردن که انسان به زبان او را گفته نمیتونه، شرم و حیایش میاد. حتی هم جنسگرایی، مرد با مرد ازدواج کنه، غرایز جنسی و خواستای جنسی خدا نپوره کنن، زن با زن، این را حلال کردن. زنا در بین خود عروسی کنن میگن، مردا در بین خود، یا غیر عروسی هم تو زندگی شهوانی خدا نه پیش ببرن. این را تصویب کردن که دنیا فعلا سکوت است. حقوق بشر که میگه اعلامیه جهانی حقوق بشر نه، اگر قرار باشه همجنسگرای چی میخوام؟ میگه کل مردا در کل دنیا در بین خود عروسی کنن، زنا در بین خود. اگر میگه باشه نه، 100 سال بعد کل انسانیت میمره دیگه، خود تولید و نسل پیدا نمیشه. از دو مرد از دو زن اولاد به دنیا نمیاد. یا اینمی تو نسل انسانیت هم میخواه از بین ببره با قانون خود. اگر گفتی که این حیوانیت است، از حیوانیت بدتر است، میگه خود تندرو، از اعتدال برآمد. این مسلمان معتدل نیست. هم جنسگرایی را اعتدال میگه.
این اعتدال و حرام ها را حلال دانستن، از انسانیت برآمدن به زندگی حیوانیت رفتن، اگر ما این را اعتدال بگوییم و این مسلمان ها را خوب بگوییم، تباهی دنیا و آخرت. دنیای تام تباه و مردار، از حیوان بدتر می باشی، آخرتت خود با آتش میری، سگاواری می سوزی، سگای آتش جهنم میشی. ما این را نمیگیم، ما این را میگیم که اسلام در ذات خود کسایی که افراط کردن، چیزی که الله در دین خود نگفت از پیش خود جور کرده، از پیش خود اونو را باید افراط بگوییم، او را زیاده روی، او را تقبیح کنیم، اونو را مسلمان افراطی بگوییم که از پیش خود. این افراطی هایی که از پیش خود میکنن این چیستن؟ یا افراط در عقیده میکنن یا در عمل. اینا مبتدینه، بدعتی. این بدعت ها، بدعت چی را میگه؟ یک چیزی را در دین ایجاد میکنی که وجود نداره، نامش دین میمانی. این می افراطی است. این بدعتی ها چیستن؟ مبتدین. بدعتگرا افراطی هستند، در عقیده افراط میکنن. مثل مسیحی ها در باره عیسی علیه السلام افراط کردن. عیسوی ها چی افراط کردن؟ عیسی را الله میگه که بنده الله است و رسول فرستادهش است. این اله نیست، این معبود نیست، این خدا نیست، آثار خدایی الوهیت در وجود نداره. عیسوی ها فعلا چی میگن عیسی را؟ میگن نه خداست، اله است، معبود است. بعدش میگه فرزند خداست، بعدش میگه یکی از سه خداست. حاجت روا و مشکل کشا میدانن و او را عبادت میکنن. اینی افراط شد. مخلوق الله را به درجه الوهیت خدایی رسانیدن. اینی افراط است، اینی افراطی است، اینی تندرو است، اینی ظالم است. این مسلمان و اینی است که اگر دعوای اسلام بکند مسلمان نیست. اگر دعوا بکند، امیالی مسیحا نمیگن که ما کافر هستیم، هیچ وقت نمیگن. میگه ما بسیار آدمای نیک خوب هستیم. مسلمان به معنای تسلیم شدن به حکم الله، ولی میگه عیسی فرزند الله است. حتی مجسمهش دمو کلیسا ببینین آویزان است. الله اهل کتاب میگه یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم. ای اهل الكتاب، ای یهود نصارا، غلو و افراط، زیاده روی نکنین در دینتان. و اونا کده بودن یهود نصارا. یهودیا یکی از انبیای الله را که عزیر علیه السلام او را خدا جور کردن، فرزند الله جور کردن، عبادت میکردن. الله میگه ای یهود نصارا افراط و غلو زیاده روی نکنین. سعی کنین کسایی که افراط کرد اسلام تقبیحش میکنه. ما میکنیم. ما نیست که کسی افراط کنه او را چوب باشیم. هر نوع افراطیت در اسلام محکوم است، مذموم است، تقبیح شدگی است. الله تقبیحش کرده، قرآن تقبیحش کرده، پیامبر کرده، ما هم میکنیم. ما از پیش خود کدام نظر نداریم، نظر شخصی. آنچه که الله تقبیح کرده ما هم میکنیم. و در ارتباط ایمانیات، مثلا یهود که هست میگه ما غیر از موسی علیه السلام، دیگه نه عیسی علیه السلام قبول داریم، نه محمد خاتم النبیین. غیر از موسی علیه السلام پیش از او که کدام یا چند نبی دیگر نام میگیرن. اینیا افراط کردن. افراطی خو اینا هستند که اگر این موسی رو چرا قبول داری؟ پیامبر الله خو محمد هم هست، عیسی هم هست، این چرا قبول نداری؟ و هم از جانب الله آمده، ای هم اگر حق هست خوردوش کلش یک حق هست. یک حق میپذیری، دیگه حق نمیپذیری. اینمی ظلم است، اینمی تجاوز است. الله متعال عیسی مسیحا چی میگن؟ ما غیر از عیسی و موسی علیه السلام هم قبول دارن، با دیگهش محمد صلی الله علیه و سلم قبول نداریم. به می خاطر اونا مسلمان نیستن. الله ما شما را میگه که همین دو آیت چرا ثواب زیاده؟ زیرا در ایمانیات کل انبیا قبول شده. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. ایمان آورده پیامبر به تمام آنچه که به این نازل شده از جانب ربش. یعنی خود پیامبر به قرآن و سنت ایمان داشت. والمؤمنون، کل مسلمان ها ایمان آورده. کل آمن بالله و ملائکته و کتبی و رسولی. کل یک از اینا پیامبر و صحابه ایمان آورده به الله، به ملائکه، به کتاب ها، به انبیا. و بعد میگن که لا نفرق بین احد
من رسلی. در بین یکی از انبیا جدایی نمیاریم، نمیگیم میشه قبول داریم میشه نه، کل انبیا را ما قبول داریم. اما من حیث رسول الله، من حیث فرستاده الله، من حیث بنده های الله، کلش بنده بودن، هیچ کدامش از پیش خود نظر شخصی ندار، کلش دستور خالق خدا بیان کردن، کلش تابعدار وحی بودن. قسمی که الله آخری پیامبر خدا میگه فاستمسک بالذی اوحی الیک، چنگ بزن محکم با آنچه که به تو وحی شده، ولا تتبع اهواهم، خواهشات مردم تابعداری نکنی. اتبع ما اوحی الیک، تابعداری کن آنچه که به تو وحی شده. لا اله الا هو اعرض عن المشرکین، کلش تابع وحی بودن. ما کل انبیا را قبول داریم. یهود نصارا به این خاطر مسلمان نیست که بعضش قبول داره و بعضش نداره، یا مؤمن نیستن. و در این وقت غیر از اینکه انبیا را در بینش فرق کردن یهود نصارا، دیگه علما و پیرای خدا نه حتی به او صفت الوهیت دادن، صفت خدایی دادن، در حلال و حرام و امر و نهی حق دادن که اونا هر چیزی دستور بده یا اطاعت کنن. یعنی از علمای خدا اطاعت مطلق کردن، بدون قید و شرط اطاعت و فرمانبرداری کردن، از ایمان بیرون شدن. یک شرک دیگه شان، یک ظلم دیگه شان یا افراطیت دیگه شانی بود که الله در قرآن میگه با انبیای خدا اقا محبت کردن که حتی با علمای خدا که اونا را به درجه الوهیت رسانیدن. ما و شما علمای خدا دوست داشته باشیم، اما هیچ وقت اونا را به درجه الوهیت، به درجه ازی که از پیش خود حلال و حرام بکنه، حرام حلال کنه، حرام حلال کنه، این درجه را برش نتیم، مگه مثل از اونا میشیم. در سوره توبه الله میفرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. اتخذوا، گرفتن و جور کردن و عقیده کردن کی؟ همین یهود نصارا، احبارهم، علمای خدان را، علمایی که بسیار فهمیده بود، ولی بسیار فهمیده بود اما بیدین بود. علمایشان از پیش خود حلال و حرام کرده بودن، بسیار فهمیده بودن اما چی بودن؟ بیدین، تابعدار حکم الله نبودن. احبار جمع حبر، اما عالم خوب قوی را میگه که بسیار علمش بلند باشه. و رهبانهم، پیرای خدا نه، رهبرای خدا نه. چی جور کردن؟ اربابن، ارباب، رب ها، خدایان، معبودان. و المسیح ابن مریم، عیسی فرزند مریم، ایرام رب جور کردن، ایرام خدا جور کردن. در حالی که الله میگه و ما امروا، اینا امر نشده بودن از جانب ما، مأموریت نداشتن الا لیعبدوا الها واحدا، مگر که عبادت کنن یک معبوده. علما را خدا جور نکنن، پیرا و رهبرا را جور نکنن، انبیا و پیامبرا را به الوهیت نرسانن، یک رب عبادت کنن. لا اله الا هو، نیست حقدار عبادت و اطاعت از قانون مگر یک ذات است. سبحانه عما یشرکون، پاک است الله از او کسایی که اینا شریک کردن به امرای الله، این شرک کردن. شرک در چی بود؟ در حدیث این ترمذی آیت پیامبر صلی الله علیه و سلم توضیح داده، تفسیر کرده. بهترین تفسیر بعد از تفسیر قرآن به قرآن چیست؟ تفسیر قرآن به حدیث صحیح، آنچه که پیامبر گفته، آنچه که از پیامبر ثابت باشه، این قوی ترین تفسیر است. عدی ابن حاتم آمد مسلمان شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در گردنش صلیب بود، گفت اترک هذا الوثن، گفت این بت از گردن تو سپر تو. او گرفتش و انداخت. بعد از او آیت برش خوان اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما یشركون. عدی گفت که یا رسول الله، ما خو علمای خدا سجده و رکوع منیسی که الله را میکنیم نمیکردیم، چه قسم الله میگه که شما علمایتان خدا جور کردین، شرک کردین؟ پیامبر صلی الله علیه و برش گفت که اگر چیزایی را اینا حلال میکردن و بکنن در کتابتانی نباشه، در انجیل و تورات، عالم حلال کنه یک حرامه، شما گپ عالم میپذیرین یا نه؟ گفتن بله بله. گفت اگر یک چیزی در کتابتان، در تورات، انجیل حرام است و یا عالم بیا ای را حلال کند، ای را اطاعت میکنین؟ گفت بله. گفت اگر در کتاب شما چیزی حلال باشد، عالمتان حرام کند،
بگویی حرام است از نظر ما، از فتوای ما، از اجتهاد ما، شما اطاعت میکنین؟ گفت بله. گفت فتلک عبادتهم، این همی عبادت است، همی شرک است، همی خدا قرار دادن است، همی علما را معبود جور کردن است، همی خروج از ایمان است. این همی گفت شرک است. دیگه در اسلام اطاعت مطلق که میگه هر چیزی که می رهبر ما گفت صاحب قربان از رهبر شام، اگر بگوید آتش خدا پرتو میپرتم، نه فلانی را قد دوست دارم، اگر مرا بگوید آتش خدا پرتو میپرتم. این همی شرک است برادر، این همی ناروا، این همی افراطیت است، این همی گناه است. پدر و مادر سر حق داره، اما با گناه اگر امرت کرد اطاعتش نکنی. علما بسیار محترم هستند، دین از علما یاد میگیریم. اگر مخالف قرآن و حدیث اسلام گپ زد اطاعتش بفهمیم که مخالف است، حتی در حلال و حرام اطاعت کردنش کفر و شرک، خروج از ایمان است، افراطیت است، جنایت است، ظلم است، ناروا است. شوهر بسیار حق داره، بعد میگه شوهر من دوست دارم، یکم تا میگه خانم من بسیار دوست دارم، با او اندازه دوست داشته باشی که از ایمان بیرون نشی، مخالفت از حکم الله و رسولش نکنی. محبت افراطی حرام است در اسلام، اطاعت افراطی هم حرام است. اینمی قسم در کل گپا. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم یکم دفعه اشتباه میشد، صحابه پرسان میکرد. یک روز پیامبر صلی در نماز دیگر آمد، 2 رکعت نماز خوان، رفت وار خطا. صحابه پرسان کرد، یک صحابی ذوالیدین نام داشت، برش گفت که اقصرت الصلاة ام نسیت یا رسول الله، آیا نماز کوتاه شد یا فراموش کردی؟ یعنی قوا خود 4 میخوانی، حالا چی گپ شد؟ سعی که انتقاد کردن. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که هیچ کدامش نشده. لا، گفت هیچ کدامش نشده. گفت نه کوتاه شده نه فراموش شده. گفت که شده. او گفت بعضی شده. گفت پرسان کرد از دیگرها، گفت همین گپ از راست است؟ من 2 رکعت خواندم. گفتم بله یا رسول الله 2 خواندی. گفت خو ما خو بشر هستیم، گفت ما فراموش میکنیم. گفت بس آمد 2 رکعت دیگه خوان. یعنی سعی کنین. اونا پرسان میکردن که آیا یعنی از جانب الله ای کار شد؟ پیامبر هم میفهمیدن که حق نداره که از پیش خود یک کار بکنه. اقصرت الصلاة از جانب الله کوتاه شد یا فراموش کردی؟ چی گپ است؟ چرا تغییرات آمد؟ اینقدر یعنی ایمان داشتن. حالا چی میگه؟ هر چیزی که مولای مسجد ما بگه است، ما در مذهب مولای مسجد هستیم. حالا مولوی صاحب ما هر چی که گفت که بگه جانتان بته میتم، گو گوسفندت بکش میکشم. نه، این نامش مانده دین. نه، حالا مولوی صاحب اشتباه میکنه یکم دفعه. رهبرای ما صاحب هر چی که گفت 40 سال شد ما در تنظیم هستیم، حالا نمیتونیم میره الا بتیم. چرا تو هستی؟ تعهد با کسی که میکنی، حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم از صحابه که بیعت میگیره با اطاعت خود میگفت که علیکم، حالا شما لازم السمع و الطاعه، شنیدن و اطاعت کردن فی معروف، در آنچه که نیک است، در آنچه که مشروع است، در آنچه که جایز است، نه در ناجایز. در ناجایز اگر یک کسی یک جماعت جور میکنه و تعهد میکنن که اینی کلان ما، از او کلان تا وقت اطاعت میشه که به گناه نره، به ناروا نره، به بیراه نره. اگر رفت باز اطاعتش نکنی، اگر کردی فهمیدی خوی خروج از ایمان است. بنان مسلمان افراطی اینی مردم است. دیگه همین قسم دوستا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه با انبیایتان لا تطرونی کما اطرت النصارى، میگه که در حق ما غلو افراد نکنیم مثل کیسویا با مریم با عیسی علیه السلام کردن، اون را خدا جور کردن. ولکن قولوا عبدالله و رسولی فانما انا عبدالله، ما بنده الله و رسولش هستم. در کل کارهای ما، در عبادات ما، در اطاعات ما، در عبادت هم میتونه کنیم که یکم تا میگه که من به خاطر عبادت زن نمیگیرم، نه ازدواج نمیکنم. بعضی افراطی ها داریم در بخش خانوادگی. چی میکنی؟ چرا عروسی نمیکنی؟ هم در مرداست هم در زنا، هر دویش هست. در زنا افراطی داریم، عروسی نمیکنم. میگم من مدرسه دارم، دعوت میکنم، 24 ساعت مصروف هستم، اگه عروسی کنم کی درس بده خانم را؟ نه، از پیش خود دین جور کرد. نه،
حال تو را کی میگه که مدرسه جور کو؟ تو را کی میگه که عروسی نکو؟ تو کدام پیامبر زن تیر شده؟ چرا همی زنها نبی نبوده، انبیا نبوده؟ مکلفیت توی است که بالغ شدی یک ذره علم یاد بگی، ازدواج بکو، عروسی بکو، برو شوهرت، فامیل شوهرت، خانواده تا دعوت بده، خیشای از او را دعوت بده. من زمین صبح که میبرم تا 7 شب در درس هستم، تو را کی میگه که درس بده؟ الله گفتید، پیامبر گفتید، قرآن گفتید. تو مکلفیت تیست که عروسی ازدواج کو، مجرد نگرد. اگر نه باز فساد میکنی، نام از او را دین میمانی. نامش چی میمانی؟ دین مرا گفته دعوت بده. بعضی دینی افراطیت نسی نمی، دینی مصیبت گرفتاره. بعضی مردا را هم ببینی والا مشکلات است، زمانه معلوم نیست، حالات معلوم نیست، جنگ ها است، ما عروسی نمیکنیم، ببینیم چی گپ میشه. تو را چی میگه پا؟ چی گپ میشه؟ عروسی بکو که مجرد نموری. مجردی پیش الله چی جواب میدی؟ الله میگه نکاح فرض بود، تو چی میگی؟ نکاح خو فرض است، نکاح واجب است. چرا میگه پیش ما مجرد آمدی؟ تو چی جواب میدی؟ میگه والا ناامنی بود، تی بود، تو بود. بعضی دیگه گپای دیگه خود زده. دیگه دوستا افراطیت در همه بخشش تقبیح است، البته افراطیتی که واقعی است. و کسایی که اسلام افراطیت میگن، اونا در توبه بکنن، پشیمان شون، صحیح ایمان بیارن. در غیر از او پیش الله ما شما کل ما مرگم معلوم نیست، رفتنیستیم و جوابده اعمالش هستیم، اعمال خود جواب میتیم. باید پیش الله قسمی بریم که هیچ نوع گناه در وجود ما نباشد، از هر گناه توبه کرده باشیم، استغفار گفته باشیم و به کل اسلام عمل کرده باشیم. الله بر ما شما توفیق عمل نصیب کنه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم.